سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 29 ینوار تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. تیرباران نمازگزاران در کلیسای مسیح در استانبول، یک حمله‌گر از تاجیکستان، دومی از روسیه. ادامه تغییرات کادری، سخنگوی پرزیدنت به نفق رفت. مطلوب خان ستاریان به جای زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تعیین شد. برکناری معاون داستانی کل، رهبر اگنتی ضد نشه و رئیسان 6 نویه. رئیس دادگاه نویه 5 با 122,000 سومانی پاره به دست افتاده است. یک تاجیک برای بی‌وفایی به سوگند از شهروندی روسیه محروم کرده شد. تیم ملی تاجیکستان بار اول به دور چولک نیویی جام آسیا 2023 برآمد و اکنون تفصیلات خبرها. تاجیکستان به تحقیق خبرها درباره دست داشتن یک شهروندش در حمله مسلحانه روز 28 ینوار سال 2024 به کلیسای کاتولیکی مریم مقدس در شهر استانبول ترکیه شروع کرده است و با مقامات ترکیه درباره مشخص کردن شخصیت نفر متهم درخواست فرستاده است. در این باره سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان شاهین صمدی روز 29 ینوار به خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان خبر داد سفارت ما برای روشن کردن همه حالت‌ها با مقامات حفظ حقوق جمهوری ترکیه رابطه زیچ دارد. افزوده شاهین صمدی روز یکشنبه 28 ینوار تقریبا ساعت 11:40 به وقت محلی هنگام نماز پیشین 2 نفر نقاب‌پوش وارد کلیسای ایتالیایی کاتولیکی مریم مقدس در محله سریور شهر استانبول شده بالای نمازگزاران تیر کشیدند. از میان نمازگزاران که در کلیسا 50 نفر بودند، چند تنش تیر خورده شهروند ترکیه ترسون جیهان کشته شد. چهره حمله‌گران در راه به سوی کلیسا هنگام تیراندازی در داخل عبادتگاه و پسان هنگام فرار از جای حادثه با دوربین‌های ویدیو کامراهای نظارتی افتاده است. مقامات ترکیه علیه شب 28 ینوار از بازداشت 47 نفر از 30 سراغه گوناگون خبر دادند. وزیر کارهای داخلی ترکیه علی ارلیکای گفت که 2 گمانبرشونده اساسی را دستگیر کردند و آنها یکیش از تاجیکستان و دومی از روسیه بودند. علی ارلیکای تفصیلات دیگر نداد و نام متهمان اساسی را هم آشکار نکرد. او تنها گفت که هر دو تقریبا ساعت 22 به وقت محلی در جریان یک عملیات ویژه دستگیر شدند. هر دو خارجی اند، یکیش از تاجیکستان و دومی از روسیه. ما بر اینیم که آنها اعضای داعش می باشند، اظهار داشت وزیر کارهای داخلی ترکیه. سازمان تروریستی در بسیار کشورهای جهان ممنوع دولت اسلامی این حمله را به کلیسای کاتولیکی در استانبول را به دوش گرفت و گفت این حمله را اعضای این گروه در پاسخ به دعوت رهبرانش به انجام حملات به ضد یهودیان مسیح انجام دادند. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان در رابطه با این حادثه اظهار همدردی کرد و گفت جهت هرچه زودتر دستگیر کردن حمله‌گران تدبیرها اندیشیده می شوند. سروزیر ایتالیا جورجا میلونی نیز این حمله ها را عمل پلید نامید و محکوم کرد. پاپ روم فرانسیسک نیز به نمازگزاران کلیسای استانبول اظهار همدردی و پشتیبانی کرد. خبر در حمله نوبتی داعش به ضد کلیسای مسیحی در استانبول ترکیه اشتراک داشتن یک شهروند تاجیکستان در حالی است که قبلا درباره اشتراک زادگان تاجیکستان در چند حمله خونین داعش در افغانستان و ایران و بازداشت چندین زاده دیگر تاجیکستان با اتهام همکاری با داعش در کشورهای اروپا خبرها نشر شده بود. این خبرها درباره دست داشتن زادگان تاجیکستان در حمله‌های تروریستی نگرانی جدی مقامات دوشنبه را به بار آورده است. روز 19 ینوار سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در جلسه شورای امنیت رهبران تمام نهادهای قدرتی و امنیتی و حفظ حقوق ولایت ختلان و منطقه کولاب را همراه معاونایش از منصب‌هایش راند. منابع بامداد میگویند محض اشتراک شمار زیاد زادگان ولایت ختلان و به ویژه زادگان منطقه کولاب در حمله‌های مرگ‌طلبانه در کشورهای خارجی و اخیراً حتی به جان رئیس حزب حاکم خلقی دموکراتی در شهر کولاب سوءقصد کردن هواداران داعش سبب با چنین یک اقدام بی سابقه از کار راندن رهبران تمام نهادهای قدرتی و حفظ حقوق جنوب تاجیکستان از جانب پرزیدنت شد. پرزیدنت تاجیکستان تغییرات کادری در صف‌های حکومتش را ادامه داد. از جمله با امرهای پرزیدنت عبدالفتاح شریف زاده
که بیش از 20 سال باز سخنگوی پرزیدنت بود، با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه رهبر خدمات مطبوعات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شده. به جای او ضرابالدین قاسمی سخنگوی نو پرزیدنت تعیین شد. ضرابالدین قاسمی 56 سال داشته، زاده نویای دنقره است. در گذشته سخنگوی وزارت دفاع و یک مدت معاون سخنگوی پرزیدنت و مدیر خبرگزاری دولتی خاور بود. او سالهای اخیر به کار دیپلماتی گذشته، اول سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی و اخیراً در مصر بود. همچنین روز 29 ینور با فرمانهای پرزیدنت مطلوب خان ستاریان ترک مقام معاون سروزیر کرده، بلافاصله به جای زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تعیین کرده شد. اما به جای خود ستاریان پرزیدنت دلربا منصوری را معاون سروزیر تعیین کرد. تعیین دلربا منصوری استاد سابق دانشگاه تکنیکی تاجیکستان که سال 2015 وکیل مجلس نمایندگان و 4 سال آخر معاون رئیس این پالات پارلمان بود، اتفاقا در روز صورت گرفت که او به سن 50 رسید. دلربا منصوری 29 ینور سال 1974 در شهر خوجند به دنیا آمده است. همین طور با فرمانهای پرزیدنت صادق قادرزاده از مقام رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی برکنار و به جای او سلطان رحیم زاده تعیین شد. رحیم زاده 49 سال داشته، زاده شهر نورک است. همچنین روز 29 ینور با قرارهای حکومت هلالبی قربانزاده از منصب رئیس کمیته زنان و عالی حکومت تاجیکستان با سبب به کار دیگر گذاشتن برکنار گردیده، به جای او بنفشه فیض‌الدین زاده تعیین شد. فیض‌الدین زاده تا کنون رئیس شهر لیوکند در ولایت ختلان بود. جمشید کریم زاده، کامل گل مرادزاده و رکمینه سفرزاده از وظیفه معاونان وزیر مالیه نیز با سبب‌های به کار دیگر گذاشتن برکنار گردیده، از میان آنها رکمینه سفرزاده به جای شعلا سیفزاده معاون رئیس امانت بانک تعیین شد. همچنین روز 29 ینور با قرارهای حکومت نصرت الله میرزازاده از مقام معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، دولتزاده سیف‌الدین از وظیفه دیرکتور دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو، شریفزاده مومن از وظیفه رکتور دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند برکنار گردیدند. به جای مومن شریفزاده، هاشمزاده حامد و به جای دولتزاده قربانزاده محمد علی رحمت راهبران نو این دو دانشگاه تعیین شدند. رکتور نو دانشگاه بختر 2 سال آخر رئیس کمیته اقتصادی و مالیه مجلس نمایندگان پالات پایانی پارلمان تاجیکستان بود. سیف‌الدین دولتزاده بعد ترک مقام رکتور بلافاصله رئیس کمیته عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد. او در این مقام عبدالحلیم رازق‌زاده را عوض کرد. همچنین امان الله سلیمزاده از خانواده پرنفوذ سلیمزاده ها از نویای دنقره که سال 2020 در مقام معاون یکم رئیس ولایت ختلان کار میکرد، به جای نورعلی اسدزاده پرزیدنت اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان تعیین کرده شد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 27 ینور سال 2024 در ادامه تغییرات کادری در صف حکومتش معاون دادستان کل، رهبر اگنتی مبارزه با مواد مخدر و رئیسان 6 نوعه از جمله 5 نوعه ولایت مختار کوهستان بدخشان را عوض کرد. پرزیدنت روز 27 ینور از جمله با یک فرمان خود واحدزاده حبیب الله سیدالله با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه دیرکتور اگنتی نظارت مواد نشه‌آور تاجیکستان آزاد کرده، با فرمان دیگر خود صمد ظفر رهبر این اداره تعیین کرد. ظفر صمد تا امروز معاون اول رئیس اگنتی بود. روز 27 ینور با قرار حکومت رحمانزاده سید نقش نیز با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان آزاد کرده شد. سبب برکناری و به کدام کار دیگر گذاشتن او معلوم نیست. اما حبیب الله واحدزاده که قبلا در نظام دادستانی کار میکرد باز به این یاد برگشته، بنا به خبرها معاون دادستان کل دادستان حربی تاجیکستان پیشبری شده است. همچنین امید کریمزاده و سرور عظیمزاده به مقام‌های معاون اول و معاونان دادستانی کل پیشبری شدند. نامزدی معاون دادستانی کل را مجلس ملی باید تصدیق کند. همین طور روز 27 ینور با فرمان پرزیدنت عبدالرحمنزاده سید ابراهیم با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه رئیس نویای درواز آزاد کرده شده، به جای او ناصرزاده امیدجان اجرا کننده وظیفه رئیس نویای درواز تعیین شد. جمعه‌زاده جمعه شوفقیر با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس نویای شغنان برکنار شده، به جای او رهبری نویای شغنان را به شاه اسمت الله زاده کامل سپردند. دادخواه‌های فاروق مبارکشایویچ را
که نیز با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس نویه روشن رفت و او را احمدزاده الهام شمال عوض کرد. الهام احمدزاده تا امروز رئیس نویه خراسان بود. همچنین میرزازاده موسی در مقام رئیس نویه اشکوشم امشوزاده انور را عوض کرد و به جای شاه میرزازاده اعظم که نیز با سبب به کار دیگر گذاشتن ترک مقام رئیس نویه روشقلع کرد. روز 27 ینور سفرزاده لشکر اسلم اجرا کننده وظیفه رئیس نویه روشقلع تعیین کرده شد. لشکر سرفرازاده تا امروز معاون سردار ریاست کشاورزی و حفظ محیط زیست دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان بود. سبب برکناری رئیسان 5 نویه از 7 نویه ولایت مختار کوهستان بدخشان و به کدام وظیفه دیگر گذاشتن 4 نفر آنها که برکناریشان همچنین با سبب به کار دیگر گذاشتن تعبیر شده بود معلوم نیست. از این میان تنها سرنوشت بعدی رئیس همکنون سابق نویه درواز سید ابراهیم عبدالرحمنزاده معلوم است که به نفقه فرستاده شده است. خدمات مشترک مطبوعات دادگاه ولایت کلوگا روسیه روز 27 ینور سال 2024 در تلگرام کانالش خبر داد که دادگاه نویه کلوگا یک زاده تاجیکستان را با جرم صادق نبودن به سوگند هنگام قبول شهروندی روسیه دادش از شهروندی محروم کرد. خود شهروند تاجیکستان برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی دادگاه در شرح پرونده گفت که شهروند تاجیکستان در وقتش شهروندی روسیه را با ترتیب ساده به دست آورده بود. او سوگند شهروند روسیه داده بود و هنگام سوگند سپاری قسم خورده بود که قانون اساسی و قانونهای روسیه را رعایت و از حقوق آزادی‌های شهروندان روسیه حمایت خواهد کرد. تا سوگند سپاری کارمندان کمیسریات حربی به شهروند تاجیکستان فهمانده بودند که باید به قید حربی خود را گذارد، اما بعد گرفتن شهروندی شهروند تاجیکستان در وقت طبق قانون معین شده برای در قید حربی گذاشتن خود به کمیسریات حربی مراجعت نکرده است. گفته می شود در اطلاعیه طبق قانون شخصی که شهروندی روسیه را به دست آورده است در صورت آشکار شدن یگان معلومات بر دروغ هنگام گرفتن شهروندی می تواند از شهروندی محروم کنند. معلومات بر دروغ دادن شهروند را باید دادگاه معین کند. با قرار دادگاه نویه کلوگا معین کرده شد که این شهروند هنگام گرفتن شهروندی در مورد صداقت به روسیه از روی وجدان اجرا کردن قرض شهروندیش دیده و دانسته معلومات بر دروغ داده است. این حالت به بیکار کردن شهروندی روسیه شهروند تاجیکستان گردیده است. خبر داده است خدمات مشترک مطبوعات دادگاه ولایت کلوگا در وقت‌های آخر در شهرهای گوناگون روسیه ریدهای ضد مهاجرانی که صاحب شهروندی روسیه شدند افزایش یافته است. کارمندان پلیس و آمون در جریان این ریدها حالا بیشتر دنبال شکار مهاجران نیستند که قاعده‌های بود و باش در روسیه را ویران می‌کنند. آنها اساساً آنهایی را شکار می‌کنند که در جیب شناسنامه روسی دارند. آنها را راست به کمیسریات حربی میبرند و بعد دستشان دعوتنامه میسپارند که به کمیسریات حربی محل زیستشان رفته خود را ثبت نام کنند. ناظران این شکارهای مهاجران را با تلفات سنگین ارتش روسیه در جنگ ضد اوکراین و ضرورتش به نیروهای تازه ربط میدهند، از بس که موبیلیزاسیون شهروندان بومی روسیه میتواند باعث اعتراض و ناراضگی ها در بین مردم شود که این برای مقامات این کشور بخصوص در پیشروی انتخابات نوبتی و اینک پنجم ولادیمیر پوتین به مقام پرزیدنت چندان خوشایند نیست. به این دلیل مقامات روسیه تلاش دارند تا مشکل کمبود نیرو در جنگ ضد اوکراین را اساساً از حساب جلب مهاجران و از جمله مهاجرانی که تازه صاحب شهروندی روسیه شدند حل کنند. به فرق شهروندان بومی روسیه آنها می توانند مهاجران را با محروم کردن از شهروندی بترسانند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. میرزاخوجا صمدوف، یک ساکن معیوب شهر دوشنبه که پسندازهایش در بانک مفلس شده تاجپران بانک در ماندند، روز 27 ینور سال 2024 در عرفه سالگرد اینک هفتم مفلس اعلان شدن این بانک در یک نامه سرکشاده از پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان خواسته است که به این قضیه دخالت کرده برای رویانیدن حق اوی معیوب و فرزندان نابالغش کمک خود را دریغ ندارد. میرزاخوجا صمدوف در وقتش با هواداری از دعوت‌های پرزیدنت در مورد در بانک‌های وطنی گذاشتن پسندازهای خود پول از فروش منزل پدر و مادرش به دست آمده را در بانک وطنی تاجپران بانک گذاشت.
تا که آینده بهتری را برای فرزندانش تامین کند. اما می نویسد سمادوف ماه فوریه سال 2017 توشپرومبانک مفلس اعلام گردیده. سال 2020 رئیسش جمشید زیویف محکوم به زندان شد. بنا به نقل این امانتگزار اینک 7 سال باز نمیتواند پسندازهای خود را پس بگیرد و مجبور است که با همگی 500 سومونی که ارمو به او و دیگر امانتگزاران توشپرومبانک میدهند قناعت بورزد و شکرانه کند. میرزاخواجه سمادوف در نامش به پرزیدنت می نویسد متاسفانه تا امروز 169 نفر پسندازگزاران نمیتوانند که مبلغهای خود را در حجم 26 میلیون و 600 هزار سومونی بازپس گیرند. از جمله من بانک مذکور نمیتواند مبلغهای پولی من را یک باره به طور یک لخت پرداخت نماید. با مقصد پرداخت قرض بانک هر ماه به من به مبلغ 500 سومون میدهند. من چنین طور پرداخت را نسبت به خودم غیر قانونی و تحقیرآمیز میشمرم. وقتی که من شرطنامه پسندازگیری را با بانک امضا نمودم، مبلغ‌های پسندازگزاران از جمله مبلغ‌های من را در مدت چندین سال استفاده برده از آن فایده به دست آورده آنها به منفعت خودش استفاده نمودند. به غیر از این بانک از حساب درآمد به دست آوردهش شماره زیاد اموال غیر منقول و سهمیه ها به دست آورده آنها را به توازن خود وارد نموده بود. با همین دارایی ها که باید برای تامین نمودن پرداخت ضرر مادی به پسندازگزاران کافی می نمود، امروز بانک نمی تواند طلبات ما را قانع نماید. از روز اول مفلس اعلان شدن 3 مرتبه ماموریت بانک عوض شد و هر کدامش به من وعده های بردروغ میداد که تا امروز یگان تای آن را اجرا نکرده است. این در حالی است که به نوشته سمادوف اموال زیادی از جمشید زیویف چندین سال باز در حبس سود ناحیه سینای شهر دوشنبه قرار دارد، ولی تا نسبت به این اموال یگان قرار قبول نشده است. به حساب ارزش اموال مصادره و بازداشت شده از 11 انشاءات فعال به مبلغ 250 میلیون سومونی می باشد. این در حالی است که می نویسد میرزاخواجه سمادوف در نامش به پرزیدنت قرضهای باقی مانده توشپرومبانک تقریبا 150 میلیون سومونی را تشکیل می دهند. با این وجود می افزاید سمادوف من و اعضای عائله‌مان من معیوب و فرزندان نابالغم به چنین خلاصه آمدیم که در اساس طلبات قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان امکانات پوره پرداخت نمودن ضرر رسانده شده از جانب بانک از بین رفته است و تنها در صورت دخالت بی‌واسطه شما محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان امکان دارد که این مسئله حل خود را یابد. از این لحاظ از شما جناب عالی محترم امامعلی رحمان همچون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت و کفیل تامین قانونیت فرزندوار با احترام تمام خواهش می نمایم که وضع ناگوار مرا درک نموده برای پرداخت نمودن ضرری به من رسانده شده کمک و دستگیری خود را دریغ ندارید. رئیس دادگاه ناحیه 5 ولایت ختلان از جانب ریاست ولایتی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا بازداشت شده است. عبدالرحمنزاده بختیار با گرفتن 122,000 سومونی در چند دولت گمانبر دانسته می شود. در این باره روز 26 ژانویه سال 2024 سامانه فرش خبر داد. بنا به اطلاع منبع نشریه در اگنتی مبارزه با کروپسیا بازداشت رئیس دادگاه ناحیه 5 عبدالرحمنزاده نصف روزی 25 ژانویه در اتاق کاریش به وقوع پیوسته است. او را شب در بازداشتگاه ریاست مبارزه با کروپسیا ولایت ختلان نگاه داشته صبح 26 ژانویه به شهر دوشنبه انتقال دادند. گفته است این منبع اگنتی کردارهای عبدالرحمنزاده را با ماده‌های گرفتن پوره و سوء استفاده از وکالت‌های منصبی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان بند و بست و نسبتش پرونده جنایتی باز کرده است. یادآور می‌شویم که قانون در قسم 3 ماده 319 برای منصبداران دولتی که از جانب سود در گرفتن پوره گناهکار دانسته می‌شوند همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان و در قسم 2 ماده 314 برای سوء استفاده از منصب همچون جزا جریمه به اندازه از 547 تا 1092 نشان دهنده برای صبح‌ها و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 3 تا 6 سال را مقرر کرده است. یک نشان دهنده برای صبح‌ها امسال 72 سومونی را تشکیل می‌دهد. رئیس میتوان گفت مکنون سابق دادگاه ناحیه 5 بختیار عبدالرحمنزاده سال 2018 به این وظیفه تعیین شده بود. او از آن پیش به حیث سودیا در سود ناحیه فردوسی شهر دوشنبه کار میکرد. دادگاه‌های تاجیکستان از نهادهای از همه فساد زده در این کشور به شمار میروند. کارافتادگان میگویند بدون دادن پوره
حل کردن یگان مشکل در دادگاه‌های تاجیکستان با یک امر تقریبا ناممکن تبدیل یافته است. در تاجیکستان تقریبا 400 دادرس کار میکنند. همه آنها با فرمانهای پرزیدنت تعیین و برکنار میشوند. هر سال پرزیدنت امامعلی رحمان فرمان برکناری چندین دادرس را با جرم صادر کردن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند امضا میکند. بنا به حسابها در سالهای آخر تقریبا 40 سودیه یا تقریبا 10% دادرس‌های جمهوری با چنین جرم ترک منصب کردند. اکثر آنها محض هنگام گرفتن پاره به دست میافتند، ولی مقامات عادتا از شر پرونده های دادرس‌های به دست افتاده خودداری میکند. دسته منتخب تاجیکستان شام 28 ینور سال 2024 در دوره یکش نهایی جام آسیا 2023 بر تیم امارات متحده عرب پیروز شده بار اول در تاریخ خود به دوره چهارک نهایی مسابقات راه یافت. اکنون تیم ملی تاجیکستان با غالب جفت عراق و اردن وارد رقابت خواهد شد. بازی بین تاجیکستان و امارات در دوره یکش نهایی جام آسیا 2023 شام 28 ینور در ورزشگاه احمد بن علی در شهر دافع پایتخت قطر در حضور 33584 تماشابین برگزار شد. بازی با حساب 1-1 انجام یافت، ولی در سلسله ضربه های 11 متری تیم تاجیکستان با حساب 5-3 بر اماراتی ها دست بالا شد. به گفته مخلصان شام 28 ینور برای آنکه مردم بازی تیم ملی تاجیکستان را تماشا کرده توانند با سفارش رهبران اول جمهوری لیمیت برق را برای یک شب از بین بردند. اشتراک تیم ملی تاجیکستان در جام آسیا امسال در واقع برای تیم ملی تاریخ ساز شد. تاجیکستان بار اول به مرحله نهایی این مسابقات را یافت، سپس در گروه خود توانست با کسب 4 امتیاز جای دوم را به دست آورده در دوره یکش نهایی رخصت بگیرد که این هم بار اول در تاریخ تیم تاجیکستان اتفاق افتاد و اینکه فوتبال بازان تاجیک بار اول به دور چهارک نهایی جام آسیا برآمد، این هم یک دستاورد تاریخی است. مبارک باشد هموطنان عزیز. از شب 28 ینور تا صبح 29 ینور سال 2024 در بین همگی 8 ساعت در قسمت دره ورزاب شورای دوشنبه خوجند چناق 16 ترمه فرآمده سبب برای چند ساعت بسته شدن راه برای روای نقلیات شد. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده 15 ترمه اول شب 28 ینور ساعت 23:00 در کیلومترهای از 50 تا 63 فرآمده، ترمه آخرین صبح 29 ینور ساعت 06:50 در کیلومتر 63 فرو ریخته است. گفته می شود در این آفت‌های طبیعی خوشبختانه کسی آسیب ندیده است، ولی به خاطر حمایت جان رانندگان و مسافران روای نقلیات از هر دو طرف موقتا منع کرده شد. شرکت اینوایتد رود سولوشن که مسئولیت نگاهبین شورای دوشنبه خوجند چناق را در دست دارد، به خصوص ترمه صبح 29 ینور در کیلومتر 67 را خیلی بزرگ نامیده گفت تا تازه کردن راه تصمیم گرفته شد که حرکت نقلیات را در این شورا از هر دو طرف منع کنند. نزدیک های نصف روزی 29 ینور این شرکت خبر داد که با استثنای ماشین های فوره و ماشین های بارکش به دیگر واسطه های نقلیات اجازت روا داده شد. نیمه دوم روز 29 ینور شورا برای حرکت تمام نمود نقلیات بازگردید. با این حال کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان هشدار داد که خطر فرو ریختن ترمه ها در قسمت های کوهستانی ولایت سوغد و یک قطار از ناحیه های تابع مرکز دست کم تا 31 ینور سال 2024 بلند باقی میماند. بنا به هشدار کمیته به دلیل بارشات زیاد خطر فرو ریختن ترمه ها، سنگریز، جمع شدن توده های برف و یخ بندی نه فقط در شورای دوشنبه خوجند چناق بلکه در راه‌های دیگر کوهستانی از جمله دوشنبه رشت لخش، دوشنبه سنگوار کولاب، درواز ونج خوروغ، خوروغ اشکاشم، خوروغ مرغاب نیز تا پایان ماه ینور بلند باقی میماند. این یاد از همه خواسته است که در این روزهای خطرناک از سفر به منطقه‌های خطرناک و ترمزا حد الامکان خودداری کنند و به صورت پیش آمدن ضرورت سفر از احتیاط تام کار گرفته تمام چاره‌های بی‌خطری را قطعاً رعایت کنند و در صورت پیش آمدن حادثه‌های فوق‌العاده با رقم‌های 112 یا 93 800 2819 به قسم نوبداری کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر دهند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه
پیگیری نمایید. www.bomdod.com. خوش باشید.